هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما بهشت حالا در کجاست؟ برادران عزیز، اول باید بدانیم که بهشت سر نعمت و خوشی است که مؤمنان وارد آن میشوند و همیشه در آن عمر به سر میبرند. در آن گرما و سرما، بیماری و مرگ وجود ندارد و آن و ساکنانش هرگز از بین نمی روند. آیات‌های زیادی در قرآن کریم موجودند که برای جاودانگی بهشت و ساکنان آن دلالت میکند. یکم، دوزخ باشد سر کیفر است که کافران جاودان در آن عمر به سر میبرند. دوم، اما مؤمنان گناهکار باشند پس داخل دوزخ میشوند و به اندازه گناهشان عذاب میشوند و سپس از آنجا خارج گشته به بهشت میآیند. سیوم، نکته دیگر این باید بدانیم که اهل سنت و الجماعت معتقدند که بهشت و دوزخ همه اکنون آفریده شدند و موجودند. بیشتر معتزله معتقدند که بهشت و دوزخ روز قیامت خلق می شود. اما اینجا مورد ذکر دلالی اهل سنت و رد استدلال‌های معتزله نمی باشد. بنابر میگردیم به اصل سخن که بهشت حالا در کجاست. بیشتر مفسران گفتند که بالای آسمان‌های هفتگانه و زیر عرش است. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بهشت 100 درجه است و بین هر دو درجه آن به اندازه بین آسمان و زمین است و بالاترین درجه آن فردوس است که نهرهای چارگانه بهشت از آن جاری می‌شوند و بالای آن عرش است. پس هرگاهی از خداوند درخواست کردید فردوس را از او طلب نمایید. برخی گفتند که بهشت در آسمان چهارم است. اقوال دیگری هم هست که گفتند دوزخ در زیر زمین‌های هفتگانه است. اما بهترین و راجح‌ترین قول این است که جای آنها در مکان است که غیر خداوند کسی از آن آگاه نیست. یکم، از جمله سوره بقره آیت 82، سوره کهف آیت 107 و 108، سوره هجر آیت 48. دوم، سوره بینه آیت 6، سوره زخرف آیت 77. سیوم، روایت امام بخاری و امام مسلم نگرید و روایت امام ترمذی و بخاری نگرید. تمام این گفته ها را در نصر اللآلی و شرح رمضان ملاحظه نمایید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.